حتما دیدید که این روزا خیلی از افراد عقدشون رو به صورت آریایی اجرا میکنن و حاضر نیستن به صورت عربی بخوانن. حالا بریم متن عقد آریایی و عربی رو با هم مقایسه کنیم. در متن عقد عربی میگوین انکحت زوجتک نفسی الی صداق المعلوم، که معنی آن می شود در برابر پول معینی که به من می دهی خود را در اختیار تو قرار می دهم. اما در متن عقد آریایی داماد میگه به نام نامی یزدان تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان، برای زیستن با تو میان این گواهان، بر لبارم این سخن با تو، وفادار تو خواهم بود در هر لحظه و هر جا. پذیرا می شوی آیا؟ و در ادامه عروس می گوید پذیرا می شوم مهر تو را از جان، همکنون باز می گویم میان انجمن با تو، وفادار تو خواهم بود در هر لحظه و هر جا. نظر شما چیه؟ شما کدومو ترجیح میدین انجام بدین؟